صاحبکار فلسطینی که از برخوردهای اخیر غزه در مصر پناه برده است، در شهر قاهره آشخانه معروفش را باز نمود. احمد عوض به هموطنان غریبش امکان می‌دهد که طعم شاورمه فلسطینی را فراموش نکنند. آشخانه این صاحبکار به مشتریان شاورمه و دیگر نوع‌های غذاهای خاور میانه را پیشکش می‌کند. ما در غزه آشخانه شاورما داشتیم ولی بر اثر جنگ آن تخریب شد. حالا به مصر آمدیم و تصمیم گرفتیم که تجارتمان را در اینجا باز کنیم. شاورمای ما پناهجویان فلسطینی را به یاد وطن میبرد. حتی مصری ها نیز طعم شاورما و غذای فلسطینی را دوست داشته شماره زیادی آنها مشتری دائمی ما شدند. آشخانه عوض در ریمال، بزرگترین مرکز تجارتی غزه قرار داشت. او امیدوار است که بدوباشش در مصر موقتی بوده با ختم جنجال اسرائیل و حماس آشخانه و تجارتش را به غزه برمیگرداند. پناهجوی فلسطینی محمد قشته هم باور دارد که نزاع به همین زودی ها خاتمه یافته. او شاورمه دوست داشته‌اش را در محله ریمال غزه تناول خواهد کرد. انشاءالله آشخانه ریمال با شرایط بهتر به شهر غزه برمیگردد و انشاءالله ما فلسطینی ها نیز به وطن برگشته در آنجا از این غذای بامزه بهره‌مند خواهیم شد. طبق اطلاع منبع‌های فلسطینی، نزاع اخیر اسرائیل و حماس حیات بیش از 34,000 فلسطینی را از بین برده، چندین شهر و محله‌های غزه را به خرابزار تبدیل داده است. بحران تیر ماه سال گذشته زمان آغاز یافت که حماس به اسرائیل حمله کرده. بر پایه اطلاع منبع‌های اسرائیلی تخمیناً 1200 اسرائیلی را به قتل رساند. در این دوره شماری از تاجران، دانشجویان و عائله‌های فلسطینی در مصر پناه بردند. در این رابطه هم مقامداران مصری و هم منصبداران فلسطینی تاکید می‌کنند که بدوباش فلسطینی‌ها در مصر موقت بوده، با ختم نزاع آنها به وطن برمیگردند.